درود. من فرزانه مرعلی شما را در چند دقیقه از رفت نشست‌های مطبوعاتی امروزه آشنا می‌سازم. استفاده تلفن و پلانشت‌ها در مکتب‌ها اجازه داده نمی‌شود. رحیم سعیدزاده وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان ضمن نشست خبری با روزنامه‌نگاران گفت استفاده تلفن و پلانشت‌ها در مکتب‌ها منع است. نموده تاکید کرد که با قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف تغییرات و علاوه وارد نگردیده است و استفاده تلفن و پلانشت‌ها قطعاً منع است. در کمیته رشد محلی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ذکر گردید که در سال 2023 14 سازشنامه بین المللی به امضا رسانیدند. گفته شد که سازشنامه مناسبت‌های دوستانه و برادرشهری میان شهر خوجند و شهر پتروزاودسک و لیپتسک فدراسیای روسیه و شهر لانچاو جمهوری مردمی چین، سازشنامه اقتصادی و اجتماعی و علمی فرهنگی میان ولایت ختلان و ولایت مری جمهوری ترکمنستان و مضافات سیجوان جمهوری مردمی چین از جمله 14 سازشنامه است که مورد عمل قرار دارد. سال 2023 در مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 2 جلسه شورای علمی برگزار گردیده است. این نکته ضمن نشست مطبوعاتی نهاد مذکور ذکر گردید. گفته شد که جلسه ها با مقصد بلند برداشتن سطح ملکه کسبی کارمندان و تیار نمودن کادرهای بلند اختصاص برگزار گردیده است. در اینجا شرح نشست های مطبوعاتی به اتمام رسید. در آخر با تیم ملی کشور که به وقت تاجیکستان ساعت 4:30 با اردن بازی دارند برباری می‌خواهیم. با امید پیروزی تیم ملی. خیر.